ثانيا لیبی محمد عبدالله زبر مابی. باز هم بله تصویر سنجربان ایران، نیمان اشکیسا، داروش یزدانی، محمد خاجپور، استاد اسدی، علی دایی، کریم باقری، خداداد عزیزی و مهدی مهدویچی ها. باز هم فرصت برای ایران انوار. بله ببخشید علی دایی یه پاس خوب برای کریم، فرصت برای کریم، یه ضربه پرقدرت و دستان محمد دعایی به کارنر میندازه. انوار حمید استیلی سانتهای بسیار قشنگی را اجرا کنه. باز هم استیلی یه سانت خوب، باز هم یه پرواز علی دایی میرفتی که دروازه محمد دعایی را باز بکنه. محمد دعایی زبر مابی، احمد جمیل مدنی، خالد مسعد دوساری. باز هم یه درید انبار موفق‌تر، انبار با کریم بایی باقری سایه به سایه حرکت میکنه. انبار موفق‌تر، انبار کریم باقری یه پاس خوب برای خداداد ریزنک کار میکنه. باز هم استیلی را به کار میندازه. فرصت برای استیلی، یه ضربه پرقدرت و میرفتش توپ از بالای دروازه عربستان به بیرون. انبار محمد دعای زبرمانی، احمد جمیل مدنی، خالد مسعد، یوسف سنایان. فرصت برای عربستانی ها، این بار دست بردار نیستن، خوب باز میکنن و همدیگر را خوب پیدا میکنن عربستانی ها. عبدالله محمد یه ضربه پرقدرت و آفرین به نیمان اشکیسا، خوب کنترل میکنه ضربه های عربستانی ها را. Tamam.